سلام خوشگلم، خیلی خوش اومدی. مرسی محسن جان، عرض ادب، قربونت. مرسی، سلامت باشی. ممنونتم که دعوت ما رو پذیرفتی. قربونت برم. من اول باید تو رو بغلت کنم. بله بعد از دوره چند ماه من تو رو دیدم دیگه. آره دیگه، ما همیشه دیدارمون ما آهسته و پیوسته بودیم با هم همیشه. آره کلا دوستیمون اصلا همیشه که نه، همیشه شب و روز یه وقتایی حالا میریم جلو هم خرج و هم سفره و تو این چند سال اخیر آهسته و پیوسته که 6 7 ماه یه بار و سال یه بار و 2 سال یه بار هم دیگه دیدیم. ولی من به واسطه اینکه خیلی درگیر این شغلم بودم تو این چند سال اخیر، کلا دایره ارتباطاتم خیلی محدود شد. ولی خب مثلا میثم جزء کسایی بود که همیشه بود دیگه. الان فکر کنم 17 سالی میشه که همو میشناسیم، چون از دبیرستان بود دیگه. 88 یا 9 حتی کمتر. یعنی من عکس دارم که ریش نداشتیم. 89 من یادم سالشو آخر. آره میشه چند سال؟ 89 403 14 سال. 14 سال همو میشناسیم. خب آقا میثم یه بیوگرافی از خودت به دوربین ما بده که بچه‌هام شما رو بشناسن. عرض ادب و احترام خدمت مخاطبین محترم فوتبال 360. ملوان سپاهان هولوش 1 ساعت دیگه داریم تا شروع این بازی. همونجوری که میبینید پشت سر من ورزشگاه تقریبا داره پر میشه. من اول خوشحالم که ظاهرا مهمان اولین قسمت از برنامه‌تونم. مهمان اولین قسمت از نظر تولید کننده برنامه به نظر من یک شخص خیلی خاص و خیلی ویژه‌ایه. بله برای ما هم به خاطر اینکه چون من حالا الان تو فوتبال 360 فعالیت میکنم، میریم حالا جلوتر میریم تو بحث بیوگرافی. مهمان اولین قسمت فوتبال 360 مهمان عادل فیروزپور علی دایی بود. اوه دیدم اون پادکست و یه چیز خیلی عجیب غریبی که علی آقا دایی دیگه اونجا گریه میکنه و احساسی میشه و دیگه. یه سال دیگه میپرسم ازت، بیوگرافی رو میبندم. بگو بچه کجایی دیگه. حالا منم که عطابایی به دنیا اومدم و توی جنوب شرق تهران همیشه حالا جابجا میشدیم، خونمون رو عوض میکردیم و اینا. آره بچه مناطق دیگه. آره خب میثم یه توضیح بده که تا حالا چیکار کردی و اون نکته کلیدی من اینه که از کجا شروع شد که فهمیدی باید پول در بیاری، بری دنبال شغل، اصلا متوجه شدی که باید کار بکنی. اون نقطه که تو رو به اینجا کشون که من باید پاشم برم بدوم بکنم کجا بود؟ به این موسم من همیشه دوست داشتم موفق باشم، دوست داشتم همیشه مثلا سرم بالا باشه، دوست داشتم همیشه خودم مستقل باشم. و من حالا تا موقع سال 89 که فکر میکنم دقیقا اون استارت آشنایی ما، دقیقا اون سالی بود که پدر من مثلا ورشکست کرد، مسیر زندگی من عوض شد، ورق زندگی من برگشت. یعنی منی که فوتبال و حرفه‌ای بازی می‌کردم، یادمه حاجی کارگاه داشت، یه کارگاه تولید بلورسازی آینه شمدون و اینا داشت، خیلی هم موفق بودن. دقیقاً اونجا که بابا ورشکسته شد شما تازه گفتی که پس من باید پاشم. دقیقاً. نه اینو میخوام به تو بگم، میخوام بهت بگم من اون موقع مثلا ورق زندگی برگشت، حالا میریم جلوتر، ولی موقعی که ساب کار بود، موقعی که تولید کننده بود، خیلی هم قوی بود تو کار خودش. بله. حالا یه سری اجناس مثلا تولید میشد که قابلیت دست فروشی داشت توی حالا بازارهایی که محل داره، بازارهای هفتگی که محل داره، جمعه بازار و سه شنبه بازار، یک شنبه بازار و چهارشنبه بازار و اینا. من از اون سالی که همه چی گل و بلبل بود، از اون دهه 80 که اون سالایی که همه چی گل و بلبل بود، ازش جنس میگرفتم، میرفتم خودم پهنش میکردم، بساطش میکردم و کاسبی میکردم. حالا اینو میدونه رو بابا، یعنی جنسه رو بهم باباه داده بود. یه ذره که رفتیم جلوتر، حالا اونم چون فصلی بود، مثلا شاید شب عید بیشتر جواب بود. یه سری مثلا روزهای خاص فصلیه دیگه کلا. آره یه سری روزهای خاص. ولی اولین کاسبی که کسی کمکم نکرد و خودم بودم، رنگ کردن صورت جلوی ورزشگاه آزادی، استادیوم آزادی. ساندویچ اونجا فروخته، صورت رنگ کرده. ببین یه بدبختی یا تو اون استادیوم آزادی این کشیده، من که واقعا آجی میگم اصلا اسم میثم میاد، اون صحنه ها میاد جلوی چشام، بغض میکنم. نظرت راجع به بازار مالی کلا ترید و اینا، حالا کلیت بازار مالی چه؟ چون یادمه یه بار بهم گفتی که من منتظرم ببینم حاجی یه نفر از تو این ترید یه چی در بیاره، ببینم بعد مثلا اقدام بکنم. کلا میخوام نظر تو بدونم.
در مورد کل بازار مالی. ببین سال 99 اوایل سال 99 حالا من بعد از اتمام خدمت سربازی رفتم بازار یه 2-3 ماه حالا پیش یه آشنایی بودم، بعد حالا اومدم بیرون. من تو اون بازار از طریق بنده خدای اون موقع آشنا شدم که اون موقع مثلا بحث ترید نبود، یه حالا ارزا تازه اومده و مثلا ترون بود که آقا مثلا ترون 1 سنتی اون موقع بود، من یادمه به منم آره، گفتی ترون 1 سنتی. و بعد دیگه من آشنا شدم با هولد کردن دیگه. حالا بعد یه سری پروژه های پانزی اومد بعدش و فلان و اینا، من میدیدم بابا من همون موقع یعنی زیر 1 هفته 2 هفته به سود رسیدم. آفرین. منی که نه علمی داشتم نه اصلا میدونستم خوب موقع بازار. آره دقیقاً یه موقعی وارد شدم که فکر کنم 1 سال 6 ماه رو اوج خودش بود، بعد دیگه ریخ که همین تا الانش هم به اون قیمت نرسیده. بله خیلی چیزا تو بازار مالی آره تو آلت کوین ها احسن به جز بیت استیبل خودشو داره. آره بیت خب دوباره مادره دیگه. آره دقیقاً، ولی آلتا اونجا هنوز به قیمت خودش بعد. آره من یادم میسم مثلا بهش میگفتم من سال 99 آخر 99 ورود زدم به بازار مالی و بحث ترید و اینا. اول 99 بود ببخشید، ورود که زدم بیت رو 64 بود. به میسم میگفتم مثلا سولانو خریدم، فانتوم خریدم، اینو خریدم، موقع هولد میکردیم. میسم میگفت بابا من اینو رو انقدر سنت خریدم. میگفتم نه بابا، میگه آره بابا بهت گفتم برو بخرا. یادم با هم مکالمه میکردیم این شکلی بود. خب میگم حالا از اون موقع راجع به سوالت که من بخوام جوابشو بدم، خب وقتی من تو 1-2 هفته دیدم چه خبره، مثلا یادم اون موقع دوج کوین اومد یه هفته‌ای 8 الی 10 برابر میگفتن پامپ شده. آره این جملهش پامپ شد. و بعد یادم مثلا اون موقع یه راننده نیسان مثلا ما داشتیم که فقط اصلا مغز بسته، فقط میومد اونجا اصلا نمیدونست چی به چی هست، گوشیو که میگفت میگفت بیا برام بخر، برام ولتو بساز، من نمیدونم ولت چیه، ولی میخرید و یه 10% ما ولتو برام ساختیم. یادم 50 میلیون گذاشت 400 تا برد بعد از یه هفته. آره خیلی ها رو پولدار کرد دیگه. ولی خب ببین من یه نکته هم اینجا بگم که به درد خیلی ها میخوره. ببین این که تو بری توی بازاری حتی 10,000% هم سود بکنی، اگر سوادی پشتش نباشه 100,000% از اون پرافیت و هر چی که داری رو ازت میگیره. این تجربه 100% منه تو بازار مالی. آره بعد یادم میسم تقریبا فکر کنم 7-8 سال غیر از این کارهایی که میکرد درگیر پروسه مهاجرت بود. درسته. و واقعا دیتا و اطلاعاتی که داشت خیلی قوی. می‌خواستم الان توی سال 403 نظرش راجع به مهاجرت بدونم و اینکه آیا برای موفق شدن شما باید مهاجرت کنی یا نه، تو ایران هم میشه موفق شد. اون زمانی که اقتصاد گل و بلبل تر از الان بود من از اون موقع فکرش بودم. آره من یادم. من اولویتم همیشه برای مهاجرت مسائل اجتماعی بوده نه اقتصادی. پس با مهاجرت موافقی، ولی از دیدگاه اجتماعیش نه اقتصادی و موفقیتش. اوکی. خب میسم به نظرت واسه موفقیت تحصیلات آکادمیک یا مهارت، یعنی همون بچه بودیم میگفتن علم بهتر است یا ثروت، این آپدیت شدهش؟ من دبیرستان رشتم ریاضی بود که تو هم فکر می‌کنم هم رشته بودیم با هم، و دانشگاه حسابداری. منم حسابداری اقتصاد خوندم. توی دبیرستان حالا فکر کنم همیشه تو مدرسه و تو دبیرستان همیشه بین اول تا پنجم بودم، یعنی جزو لوح بگیرا و آره نمیدونم درست خوبه، کلا بچه باهوشی هستی. تو ورزش و فوتبالم همیشه جزو منتخب مدرسه و منطقه. آره هم باهوشی هم من یه چیزی راجع میسم بگم حاجی، من در عجبم. من سمجتر از این آدم تو زندگیم ندیدم. ببین تارگت رو انتخاب کنه جوری سمجه که من ندیدم، یعنی باید بره اون کاری که فکر میکنه رو در بیاره، نه اصلا راه نداره. حتی من یه مقدار خصوصیت اخلاقی سمجی ما از میسم دریافت کردم تو این زمین. مهارت میگم همیشه جزو معدل بالا بودم، دانشگاه جزو معدل فکر کنم 18 اینا شدم. آره. تو رشته حسابداری، ولی اگه برگردم عقب شاید تا اول راهنمایی دوم راهنمایی درس بخونم. این اگر این بچه اگر اصلا من نمیگم مایه دارم بودا، این بچه میرفت کلاس زبان از 5 ابتدایی، آقا 2 سال 3 سال مادر پدرش برای این فشرده، نمیگم معلمم میگرفتن 4 تا CD و DVD پلی میکردن تو تلویزیون، 2 به اضافه 2 میشه 4، 2 تا میشه 4.
ادبیات و املا و فلان، مگه چقدر زمان میبره؟ ریاضی و ادبیات و املا و انشاء چقدر زمان میبره برای بچه؟ تا دیپلمو برو، ولی دیپلم به بعد برو سراغ اسکیل، برو دنبال بازی، برو ببین کار کجاست. نهایت سربازی 20. همین مثال تو 20 تا 30 رو 10 سال دیگه 20 تا 30 رو بذار رو اسکیل، ببین چی اصلا نمیرسه. آقا 20 رو بذاری رو اسکیل 25 کارات شده. آقا 20 تو برو کلاس زبان، 20 برو کلاس زبان، 30 از کلاس زبان برگرد، 10 سال تو زبان خوندی دیگه. تو تافل و تو فوتبال میتونی مترجم مربی بشی، نمیدونم اینجا کلاس زبان بری اونجا توریست و نمیدونم. آقا یه استراحت بکنیم برمیگردیم. بفرمایید. خب رشته کلام دستمون در نره. گفتی یه جوون بخواد بره ازدواج کنه فلان، بچه پدر مادر آگاه. یه سوال تو این زمینه ازت بپرسم میثم، به نظر تو یه پارتنر تأثیرش توی زندگی و موفقیت یک فرد، دو طرف دیگه، هم پارتنر میتونه دختر پسر، چیه؟ یعنی تأثیر میتونه بذاره، نمیتونه، میتونه هول بده، میتونه بکشت عقب داشتن پارتنر کلا؟ 100%. ببین دنیای ما دنیای تعاملات و ارتباطاته. من نظر شخصی اینه که تنها بودن خوب نیست، مگر اینکه حالا به یک سری دلایل خاص، اونم موقتی. مثلا طرف تا دیروز با دوست دخترش بوده، همش 24 با هم بودن، همدیگه رو میدیدن، نمیدونم رفیق دارم مثلا اینطوری که دیدمشون مثلا. خب بابا شما دارید هر روز همدیگه رو میبینید، هم از همدیگه دارید خسته میشید، هم با هم دارید دعوا میکنید، بعد به اهدافتون هم خب نمیرسید. الان مثلا همون رفیق من اومده گفته خب من الان فعلا اونو گذاشتمش کنار، به یک احسنت شغلی مثلا دارم الان انجام میدم، 1 ماه 2 ماه فعلا میذارمش کنار. به چه موقتی اوکی، ولی همون رفیق من که میاد این حرفا میزنه فوق العاده آدم احساسی و عاشقیه، نیاز داره به یه بغل شبانه، نیاز داره که بیاد یه آدم امنی و بغل کنه. یعنی اونم یکی از اولویتاشه. اگه صبح تا غروب باید بره کار کنه، غروب تا شب که میخواد بیاد خونه یه پارتنر امنی، بغل امنی میخواد که مثلا یه نفر باشه بشه باش حرف زد. برادر من اینطوریه. میری چی میگم؟ من خودم میگم چون مخالف تنهایی‌ام، میگم دنیای الان دنیای ارتباطاته، ولی به شرطی که هم فرکانس خودت باشه. میکروفون درسته؟ میکروفونو تو بدش به من. یه سوال بپرسم که اصلا خوراک خودته. میثم چه رسانه‌ای رو خودت دوست داری؟ رسانه مورد علاقت چیه؟ معلومه رسانه موضوعش منظورته؟ نه کلا دیگه. مثلا میتونی بگی آقا شبکه 4، مثلا من خودم شبکه 4 رو میبینم. شبکه ورزش. آفرین. ما چون ماهوارم نداریم آخه. آفرین. دلیل خاصی هم نداره، دوست داریم هم داشته باشی ولی نداریم. آره تو شبکه‌های تلویزیونی میتونم بگم شبکه ورزش. رسانه‌های اجتماعی هم خب قطعا رسانه‌های ورزشی. خیلی سگ ورزشیه. یه مسابقه رالی مالی بود و اینا، اصلا فرمول 1 هم حتی نبود. ببین یه رالی خیلی یه لگی بود که ببین سگ نگاه نمی‌کنه. خب یه نفر اونجا اول شد. بعد من اسم اون آقا رو حفظ کردم، اینم رفیقم بود دیگه، ورزشی میدونستم، گفتم برم ببینم اینو دیگه به مولا نمیتونه بگه. بهش گفتم آجی آره دیدی فلان مسابقه فلانی اول شد؟ گفت بله فلانی اول شد، فلانی با اختلاف انسانی دوم شد، فلانی از دور حذف شد، دور 7 جام قبلی رو فلانی برده بود، این جام باید اون میبرد ولی نشد این برد و همینجوری افتاده بودم. گفتم داداش تو کی وقت میکنی اصلا اینا رو ببینی؟ آره این خیلی باحال بود. و رسانه اجتماعی هم ببخشید من مثلا رشته حساب داری که میگی ورزش، من مثلا دوست داشتم تربیت بدنی بخونم. یعنی خب این مسیر کلا اشتباه به نظر من چیره شد. خدا رو شکر دوباره حالا برگشتم سر اون نقطه‌ای که می‌خواستم، حالا میریم جلوتر. ولی خب میگم تربیت بدنیه خب همیشه علاقه بود، به خاطر این علاقه‌ای که ورزش رو دوست دارم. رسانه اجتماعی گفتم رسانه‌های ورزشی که مثلا توی تلگرام مثلا من عضوشم. آره خوراکش تلگرام، دنبالش تلگرام خیلی رنگه. رسانه‌های اجتماعی هم دارم، سیاسی هم دارم، همه رو با هم هندل میکنم، دنبال میکنم. آره کلش تو هندل کردن چند رسانه. آره اینجوری نیست که مثلا من اگه الان آنلاین بشم بخوام فقط ورزشی‌ها رو چک کنم. نه ببین دونه دونه من میرم همه رو. من دیدم حاجی شبا میومد خونه چشا کاسه خون از خسته از سر کار میومد پیش من، مثلا با من که حرف زد یه گوشش به من بود، تاپ و توپ رسانه‌ها رو تونتون رنده میکرد، بعد سری مثلا میگم موسی سلی بیا ببین چی شده، این اونجوری شده اون اینجوری شده.
خیلی بچه پیگیریه. گفتم خیلی سمج بود آجی، جایگاهی که داره واقعا حقشه. مرسی لطفا. نظرت در مورد عمو عادل چیه؟ به هر حال میتونم بگم سلطان مطبوعات ایران، سلطان رسانه ایران دیگه، نفر یک. خب من از بچگی همیشه از سن 9 سالگی 10 سالگی 8 سالگی من همیشه خواب میدیدم مثلا الان رفتم تو اروپا دارم با فلان مربی مثلا AS روم من دست میدم. یادمه مثلا من با موقع با روبرتو مانچینی که مثلا مربی لاتزیو بود اون موقع مثلا سال دهه اول 2000 زمان توتی و اینا رو میگی؟ آره دقیقاً. میرفتم تو اون اتاق تو خوابم یادمه تو خونه کوچه های ایتالیا که حالت قلعه مانند رفته بود بالا ستونا اینجوری دست میدادم مثلا باش فلان. و همیشه دوست میشه وقتی خیلی دیوونش بودم دیگه. خب من چون تو فوتبال میام تا سن 16 سالگی که اون اتفاق برای زندگی من افتاد، ورقه برگشت، من فوتبال رو گذاشتم کنار. بعد دیگه رفتم دانشگاه و که اون انتخاب اشتباه به نظر من دانشگاه. در حین دانشگاه داوری، شروع عمر داوری که برو با داورای مختلف مملکت وایسا اونجا کنارشون آموزش بدی. آقای فغانی، بله. آقای فغانی گل سرسبدشون دیگه که الان رفته استرالیا. سوالت چی بود؟ نظرتو میخواستم بدونم در مورد عمو عادل که تا اونجا رسیدی که تصویرسازی میکردم. دقیقاً، یعنی من از بچگی تصویرسازی، بعد برو تو فوتبال، بعد فوتبال حرفه‌ای بازیت خوب باشه، به دلیل سری اتفاقات ول کنی ولی بری دوباره تو داوری. یعنی این فوتبال همیشه با ما بود، همیشه این فنره که جمع شده، این انرژیه باید یه جا در میرفت. یعنی این انرژیه که از بس بود، خاکش هم خوب خوردی خیلی. یعنی من یادمه 4 سال واسه رسانه مجانی کار کرد. خیلی این که آره، ببین رایگان کار میکرد فقط واسه این که تو محیط باشه، کار کنه، بدوه، بره بیاد. بابا خیلی حرفه، بری یه جای دیگه کار کنی در جهت درآمد، بعد بری واسه علاقت بعد اون کارت دوباره 2-3 برابر کار کنی. بابا کار هر آدمی نیست. بغلت کنم الان بعد دوباره بغلت میکردم که موقع بازی 2000 تومان بود سال 87. من کمک داورم بودم، داور وسط خوشم نمیومد. کمک داور به نظر من داوری وسط سخت‌تره، چون یه چشت باید به لحظه ارسال توپ و اون تقه‌ای که میخواد به توپ بخوره به گوشت، یه چشت هم به خط آفساید باشه. می‌دونی چی میگم؟ آفساید. دقیقاً. و حالا کلا از سال 86 هم که میام استودیوم صورت رنگ کن، نمیدونم به قول خودت پرچم بفروش، چای بفروش. بابا دیگه رزومه سگ فوتبالیه حاجی. یعنی این استودیوم آزادی انگار شده خونه دوم ما. استودیوم حالا امسال هم که بازی اومد تو تختی کار نداریم بهش، کولاک میکنه. استاد دهاقین این فصل تو تختی کولاک میکنه. تختی چیه؟ برای همه گوده، برای ما بهشته، برای یه سری دوستا گودال مرگ چون مسیر دوره بهشون. با دوربین فوتبال 360 همراه باشید تا بتونیم شما رو از آخرین مراحل بازسازی ورزشگاه تختی، ورزشگاهی که قراره شاید 80-90% دیدار لیگ برتر سرخابی ها امسال این فصل در این ورزشگاه برگزار بشه. خب عمو عادل بگو دیگه، این همه گفتی. عمو عادل خواستم به این برسم دیگه. من داوری هم که حالا کردم، بعد تا سال 95 که شروع کردم داب اسمش ساختم برای شبکه 3. میگم همیشه چون دوست داشتم میگم یه آدم موفقی باشم، پیشرفت کنم. داب اسمش ورزشی، یعنی گزارشگرای ورزشی که مثلا یک سری گزارش‌های خنده‌دار یا سری گزارش‌هایی که گزارشی داب اسمش لبزنی می‌کردیم، لبخونی می‌کردیم، اون گزارش‌ها در قالب حالا یه سری ویدیوهای طنزآمیز که مثلا مخاطب بخنده. اون داب اسمش رو رسانه ورزش 3 گذاشت. بعد من رفتم باهاشون صحبت کردم، با هم رفیق شدیم. من اومدم تو خبرنگاری، اون فوتبالی که ما ولش کردیم دوباره اومد سراغ ما. من اومدم تو خبرنگاری تا 3-4 سالی باهاشون بودم. بعد دیگه یه مدتی زده شدم از همه چی، اومدم بیرون، رفتم آزمایشگاه، گفتم دیگه نمیخوام کار کنم. فوتبال چیه؟ بذار برم مثلا یه کاری کنم. اصلا دست این آقا نبود، رفته بود آزمایشگاه کار کنه، اصلا هیچ ربطی دیگه به فوتبال نداره. آقا ویروس شناسی نمیخوام، بعدم میاد نمیکنم، فوتبال ورزش نمیخوام. محسن سلیمی میگفتم خب باشه اشکال نداره، یه کار پیدا کن برو فعلا. رفته بود آزمایشگاه، ببین کار کجاست. تیم ملی اومده بود تست کرونا بده برای بلیتش، داشت تیم ملی تست به خودش اومد دید داره از تیم ملی تست کرونا ما می‌خواستیم فرار کنیم از این فوتبال که دیگه آقا چون فوتبال خیلی بیرحمه
و خب یه سری بی محبتی‌ها و بی لطفی‌ها به من شده بود، من دیگه اصلا زده شده بودم از همه چی. سلام آزمایشگاه ویروس شناسی دوره کرونا. 98 بود. تست 97 بود 400 بود. 400 بود. آره شما آخرای بازی بودی تقریبا. آخراش که نه دیگه، یک سال آخر. آره چون تو قرنطینای شدید تو کیوان نبودی. نه 401 دیگه تموم شد دیگه. 401 دیگه فایناله. 2 سال آره. کشید دیگه. یک سال آخر که بودم ما رفتیم آزمایشگاه، آقا شما برو تست تیم اعزامی کاروان المپیکو بگیر. آره یادمه. یه جاهایی رفتم که تو موقعی که ورزش شروع عمر رسانه این بود من نرفته بودم. گفتم خدایا چیکار میکنی با من؟ این همون نگرش است. با پا پس میزنی، با دست پیش میکشی. این همون نگرش است. به من زنگ میزد میگفت محسن سلیمی نگرش، من جذبش کردم. تموم که شد این آزمایشگاهه، بعد من تو این 2 سال استاد، یعنی بهش میگیم استاد دیگه، واقعا استاده، لایق استاد فقط باید بهشون گفت. استاد دانشگاه شریف، نویسنده کتابخون، تهش دیگه احترام قائلم بر همه اساتید، ولی واقعا استاد باید بهشون فقط رسپکت. من 2 سال برای ایشون کلیپامو میفرستادم، فقط سین میکرد، نه اینکه حمله به بیادبی باشه، فقط نگاه. چون الان که شاگردشم میفهمم از بس که شلوغه، ولی نگاهو میکرد 100%. بعد یه روزی ما داشتیم با یکی از رفقا میرفتیم استخر، سر یه شوخی با من کرد، گفت برو بابا کسی تو رو نمیشناسه. گفتم نمیشناسه؟ الان زنگ میزنم ببینم کی منو نمیشناسه. آقا ما شانسی رو حساب کلکل شماره استاد فردوسی پور رو گرفتیم. الو سلام استاد، من میثم دقاقینم، همون خبرنگاره فلانه. گفت یه نفر اتفاقا میخوام. همینجوری آره یه نفر بیا. کار خوب خدا درست کنه. عزت و ذلت دست خدا. این جمله معروف منه که همیشه گفتم آقا عزت و ذلت دست خدا. آقا ما رو حساب کلکل، رو حسابی که من اصلا هدفم این نبود که زنگ بزنم به عادل فردوسی پور. آره. ولی چون اصلا بچه این نیست که این کارا رو بکنه. خدا اون لحظه کارو در آورد رو حساب حالا شانسی هر چیزی رو حساب کلکل. اتفاقا میخوام آقا بیا با هم صحبت کنیم. رفتیم با هم صحبت کردیم. 5 دقیقه فقط به حرفای من گوش کرد. بسم الله بیا وایسا کار. که الان با افتخار الان خبرنگار گزارشگر خبرنگار رسانه فوتبال 360. آفرین. احترام خدمت مخاطبین محترم فوتبال 360. خب طبق اعلام رسانه رسمی باشگاه استقلال، تمرین امروز آبی پوشان همونطور که پشت سر من مشاهده می‌کنید با حضور هوادارا در حال برگزاری بالاخره دوئل علی خطیر و جواد نکونام. خب آقا میثم به جواب رسید دیگه در مورد عادل 100 دیگه اصلا عادل عشق 0 تا 100 رو گفتم. بله. خب آقا میثم پس ما کی قهرمان آسیا میشیم؟ تیم ملیمون خسته شدیم دیگه میثم. اینم سواله. آره سوال دلیه بیشتر. جدی میگم چرا ما قهرمان آسیا نمیشیم حاجی؟ این چه وضعشه؟ رسیدگی کنن مسئولین. چرا ما نمیشیم که دلیل داره. الان روز هفته دوم المپیکیم، یه مدال نیاوردیم. خیلی بده. ما هر سال یعنی منتظر مدال بودیم. امروز رئیس فدراسیون دوچرخه سواری میگه به موفقیت جدیدی دست پیدا کردیم، دوچرخه سوارمون از خط پایان عبور کرد. واقعا هم امروز اولین دوچرخه سوار تاریخ ایران تازه از خط عبور کرده. مثلا انقدر قبلا بدنسازی ها بد بوده، امکانات نبوده، دوچرخه سواره ول می‌کرده، پاش میگرفته، میگفته خداحافظ، وسط مسیر خداحافظ. دوشنبه کشتی ها شروع میشه. ما خیلی ظلمه دیگه. ان حسن آقا آقا استاد یزدانی اگر بتونه اینو بزنه، این آقایی که ان تیلور نیست نه این آقای اومده، اگر آقای یزدانی بتونه، امید به خدا بتونه اینو بزنه، 2 تا دونه مدال طلا داره که تو تاریخ ورزشی ایران نیست. درست میگم؟ 2016 که گرفت میشه. خیلی خوش میگذره به من. ببین ما نسل 98 خب ما برای ما خاطر انگیزه. 1998 یحیی خاکپور اصلا یحیی 2098 نبود. یحیی دفاع آخر ایران سال 98 محمد خاکپور، یحیی گل محمدی که الان سرمربیه یه جا، سرمربی فولاده الان پرسپولیس بود. سرمربی گل محمدی. دفاع آخر کدوم بود؟ یحیی خاکپور بود. یحیی گل محمدی، اون محمد خاکپور دفاع آخر، محمد خاکپور بود دفاع آخر نسل 98 بود. یحیی بعد از 98 بود.
میگم ما تو اون نسل، یعنی نسل 98 ها ما شدیم سوم آسیا با اون تاپا که مثلا خفن. ما 3 دوره شدیم متوالی قهرمان آسیا، دوره حشمت مهاجرانی و علی آقا پروین و ناصر حجازی اینا. علی پروین تو رختکن چی میگفت؟ من مزاح کردم اصلا نمیخواد بگی چی. نه من خودش مصاحبه کردم علی آقا اون صحبت‌های انگیزشی چی بود تو رختکن؟ اون گفتش که بالاخره میگفتی آقا ما الان 2 تا زدیم 3 تا دیگه باید بزنیم شلک برید تو 3 تا دیگه هم بزنیم. خودش اینجوری به من گفت دیگه. تمثیل توپ و تور از علی پروین یه تمثیلی بود که اون نسل 98 حالا علی کریمی هم جزو اون نسل نبود، بعد اومد بالا، ولی میازوی که 4 بار توپ طلای آسیا گرفت اون نسل خوب. همون نسل نتونست قهرمان آسیا بشه، شد سوم آسیا. یعنی ما حالا ولمعتلیم تو این بازی. نسل قدیممون هم که حشمت علی آقا پروین و حجازی اینا 3 دوره متوالی قهرمان آسیا شدن، تا الان که دیگه ما نیمه نهایی آسیا بریم کلامونو میندازیم بالا. یعنی دمش کم فلان سرمربی باش تمدید کنیم بریم باش جام جهانی، چون رفته نیمه نهایی. ما تو ساختار ضعیفیم داداش. من دارم تو فوتبال پایه الان 4 سال 5 ساله هستم، ما تو ساختار ضعیفیم. لامی یامال توی یورو که 2-3 هفته قبل یه ماه قبل تموم شد تو سن 16 سالگی تو رده فوتبالی میشه نوجوانان، زیر 17 سال تیم میشه ملی توپ میزنه، زیر 17 سال میشه نوجوانان، زیر 20 سال میشه جوانان. بازیکن زیر 17 سال که میشه 16 سال نوجوانان، نیمه نهایی یورو فیکس بازیش میدن میاد گل میزنه. الا ماشاءالله ما الان استعداد داریم. لئو هم همین بود دیگه، لئو هم فکر کنم 100% 16 بود، ولی اینجا 16 رو بازی نمیدن. من فکر میکنم علی دایی به درد این بازی میخوره داداش. ما تو ساختار تو تا وقتی که چون سن بلوغ فوتبالی اومده پایین توی دنیا 15-16 سال لامی یامال وقتی میاد رد میکنه یه بازیکن 35 ساله 30 ساله که بازیکن با تجربه رو رد میکنه، یعنی سن بلوغ فوتبالی اومده پایین. ما اگه به کم سنا بها ندیم، کم سن 20 سال و 21 سال نیست که باشگاه دارن افتخار میکنن ما 20 بابا یارو 16 ساله. بیار الان بازیکن 16 ساله رو بیار شما بازی بده ببین چند تا لای میزنه به فلان بازیکن بزرگسالان که 30 میلیارد 20 میلیاردم گرفته از باشگاه. بله این خبرا نیست. حکایت اینه دایی. چقدر من عینک دودی زدم گفتم بذار یه ذره تنوع بشه. میرفتم پیشش موامو بذارم بیا بودم بابا خب چی بذارم به این سبز همون توی اف بی همیشگی دورش رو سفید کن روش بذار. نه الان یه مدل جدید برات دارم. همش همین بود. ببین میگه همون ثبات خوبه، همین مدل منو بزن برم. مثلا 31 سالته درسته؟ 31 تموم شده دیگه، فکر کنم وارد 32 شدیم دیگه. توی این 32 سال شادترین لحظه زندگیت کدوم سکانس بوده؟ لحظه‌ای که واقعا شاد بودی؟ فینال فوتسال بود. من پدرم اومده بود بازی رو ببینه، ما اون روز قهرمان شدیم. آفرین. بعد دیگه خیلی حال داد که دیگه بالاخره اومد ببینه و من شروع کردم اینجوری باش خوشحالی کردم. و هیچی بالاتر از افتخار این که جلوی بابات سر تو بگیری بالا بشه و بگی دیدی شد، هیچی بالاتر از این اومد تو ذهنم. شاید هم شادتر باشه ها، ولی الان این اومد تو ذهنم. حالا دارتر هم که روزی که مهاجرت کردم دیگه رفتم دیگه لحظه سختیه. من یادم نمیره زنگ زد با تصویری با چشمای کاسه خون. وای خیلی دارک بود. وارد جزئیاتش نشیم حسین جان ببخشید. دارک بود ولی خیلی راست میگه. بد سکانس دارکی بود. نه در نیومد. بچه تخس بود گریه نکن. حالا میارم دونه دونتونو میارم اینجا گریه کنید. میگه زیر اخیه. دولم بیا بشین تو تصویر. خوش خوبه بیام سلام بدم. حالا بیا بشین جا داریم ها بیا بشین. بشین وسط. ما خوب شده. خب آقا میسم جان یه تقریبا دیگه میریم تو جمع بندی. خواهش کنم. از شرایط کنونیت راضی؟ الهی شکرگزارم، راضیم ولی قانع نیستم. احسنت آفرین. همیشه همینجوری بودی آفرین. خب آقا چون آدم باید قدر داشته هاشو بدونه که خدا بهش بیشتر بشه. یعنی ما تو یاد گرفتیم از بچگی، یعنی تو نمازا تا تموم میشه نماز خدا یا اون چکه پاس بشه، خدا یا مریضیه شفا پیدا کنه،
بابا نمیگه خدا بهم یه ماشین داده، یه موبایل داده، یه اپل داده، یه لپتاپ داده، یه شغل خوب داده، مرسی بابت اینا. میگه بده. بابا برو تاپس یه فلش بک بزن وقتی نمازت یا دعا تموم میشه. بله. خدایا مرسی بابت این داشته هام. این که تمام شد تو باید قدر لیست شوک‌گذاری نتورک مارکتینگ. خیلی ها معنی شاید اونم ندونن، یعنی فقط میخواد یه رفع اموراتی کنیم که بگیم نماز یومیه واجبمون رو خوندیم، ولی کاش بریم تو عمقش. برنامه بعدی من با پیرن میام اینجوری میبندم، تصویرم در میاد. دقیقاً. نه سوالت چی بود؟ گفتم آقا من راضیم 100% و به خاطر اینکه هم یاد گرفتم، قبلا اینطوری نبودم ولی دیگه الان یاد گرفتم آقا تا وقتی قدر داشته ها تو اول بدونی خدا بیشترشو بهت میده. بله همین. از یه سنی به بعد تو دیگه چه میدونم سفره دار باشی، دلت بزرگ باشه. دقیقاً. قبل آیسا میگه در جیب باید باز باشه بره بیاد. بله. خب مثلا سخن آخری، ادوایزی، نصیحتی. ما باید خوشحال باشیم از داشته های دوستامون، داشته های دیگرانمون تا خدا هم به ما بده. ما اگر بگیم طرف چرا الان آیفون گرفت، این چرا الان اون ماشین زیر پاشه، چرا من ندارم، به هیچ جایی نمیرسیم داداش. همیشه هم گشنه‌ایم، همیشه هم هشتمون گروه نهمون. آدم باید چش و دلش سیر باشه. آقا تو خودت هم به قول آیسا میگه تو خودت هم آدم خفنی، از خودت به پایین رو ببین، نه اینکه بالا رو نبینی. بالا رو ببین، الگو کن برای خودت، تلاش کرده برای خودت الگوش کن که تو هم بهش برسی. ولی اینکه بگی بالا رو ببینی بگی ای بابا این که دزدی کرد به این راه رسید، این که فلان کلاه یارو برداشت به این راه رسید، کاری به زندگی مردم نداشته باش. خودت باش، برای خودت زندگی کن، خودت خفن ترینی. مثلا تشکری چیزی از شخص خاصی، چیزی هم اگه داری تو دوربین ما بکن و دیگه. گفتم دیگه هرچی گفتم. نه تشکر خاص از شخص خاصی. مثلا یکی یه جایی تو زندگی یه کاری کرده 100% به هر حال من خانواده همیشه اولویت اولم بوده. حالا نه اینکه بگم من مثلا با پدرم خیلی صمیمیم و نه با هم دعوا داریم، نه خیلی هم صمیمیم، مثلا بگیم رفیقیم فلانی میفه، ولی ازش خیلی چیزا رو یاد گرفتم، خیلی چیزا رو یاد من داد، شرافت، خیلی چیزا. آفرین. و همین که بالاخره پدر مادری داشتم که مسیر درست رو یادم بدن، نه سیگار میکشم، نه مشروب میخورم، نه قلیون میکشم. فکر کنم از خیلی جلوترم. بله. توی دنیایی که دنیای استرس و تنش و فلان اینا، همین که نذاشتن من وارد یه مسیر کجی بشم، همیشه مسیر درستمو برم. خدا رو شکر خانواده‌ام، پدر، مادر، خواهر و از دوستان شما آقا زولان عزیزم و محسن جان که منو دعوت کردن و از شما بیننده ها و بچه هایی که دارید ما رو میبینید. اصل کار شمایید دیگه، به هر حال شما ما رو میبینید، انرژی میگیرید و ما هم از شما انرژی میگیریم. این یه چیز دو طرفه است، تعامل دیگه. دقیقاً. من اگه میرم ورزشگاه آزادی مصاحبه میگیرم، اون جمعیت رو میبینم، اون حس و حال رو میبینم، بانوانی که میرن تو، آقایونی که پرچم دارن چی میرن، من از اونا انرژی میگیرم، شروع میکنم سوال میکنم. کیک میزنی ها تیکا کیک میزنه، اونا منو میبینن. آره رسانه‌ای دو طرف است دیگه. مرسی واقعا دیگه. آقا دمتون گرم. آقا میسم خیلی ممنونم، واقعا افتخار دادی. اولین مهمون برنامه ما، رفیق خیلی قدیمی من واقعا خوشحال شدم از این مصاحبه. عشق کردم، واقعا به من خوش گذشت. دم همتون گرم. نریزه ساب، لایک، کامنت فلا اینا بذارید، نذارید. دوستتون داریم. مرسی. دمتون گرم. اونی که تا ته این ویدیو رو دیده لایک نکنه، ساب هم نکنه، کامنت هم نذاره. آقا حمایت کنید، آقا حمایت کنید. مرسی. خدا. مرسی از همه.